روز اول بهت گفتم دختر تو بفرست پیش بذارش یا نه؟ آبرومونو برده. چی شده مگه؟ تقصیرمونه که به حرف مادرم گوش ندادم، اومدم واسه که ازدواج کرده یه دونه بچه داره ازدواج کردم. مادرم میگفت این اگه دختر خوبی بود شوهرش هیچ وقت طلاقش نمیداد. چی داری میگی واسه خودت؟ درست حرف بزن ببینم چی شده. ساعت چنده؟ دخترت الان کجاست؟ کجاست؟ مدرسه است. الانم تعطیل شدن داره میاد خونه. تو مادری ساعت رو نگاه کن 10 دقیقه از دیر کرده. واسه 10 دقیقه دیر کردن داری اینقدر داد و بیداد میکنی؟ واسه بی آبروی دخترت دارم داد و بیداد میکنم. داشتم میمونم سمت خونه دیدمش با یه مرد همسن باباش دست تو دست قدم میزدن. خفه شو! حرف دهنتو بفهم بزن. بی آبرو تویی. بچه من هنوز خیلی کوچیکه. بهت اجازه نمیدم هر چرت و پرتیو بگی. من دارم میرم خونه مادرم. برگشتم بچت اینجا نباشه. وگرنه خودت و دخترتو پرت میکنم بیرون. کجا بودی تا الان؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ وا مامان تو راه خونه بودم دیگه. پس چرا دیر کردی؟ نمیگی نگرانت میشم؟ داشتم میومدم تو راه یه آقای نابینا رو دیدم، وایسادم به اون کمک کردم. تو خودت مگه نگفتی باید به آدما کمک کنی؟ آره مامان، پاشو لباساتو جمع کن بریم خونه مامان بزرگ. چرا؟ چی شده؟ هیچی، دورت بگردم. فقط منو ببخش که فکر کردم هر آدم مریض و شکاکی میتونه واسط پدری کنه.